سلام علیکم خوانندگان عزیز. امروز ما همراه شما پاراگرافی نو را می‌آموزیم. پاراگرافی پنجم بخشیده می‌شود به مدل یک تغییر یابنده. درس امروزی ما باشد به درس 11 راست می‌آید که موضوع امروزی ما به مدل بوتون و ریشه‌های آن بخشیده شده است. این موضوع را در کورس‌های الگبری پایان نیز همراه شما ما دیده برآمده بودیم. مدل بوتون کدام مدل‌ها را مدل‌های بوتون می‌نامند؟ مدل‌های نمودی 3 ضرب x جمع 1 که آنها را در سلاید می‌بینید. ضرب x کوب مینوس 2 برابر x کوادرات جمع 4 ضرب x مینوس 5 که این مدل یکم میباشد و x کوب تقسیم 2 مینوس x جمع 4 تقسیم 3 برابر 7x کوادرات مینوس x تقسیم 4 که آن با فرم مدل دوم نشان داده شده است را دیده می‌بریم. این مدل‌ها را مدل‌های بوتون می‌نامند. قسم‌های چپ و راست مدل‌های یکم و دوم افاده‌های بوتونند. این گونه مدل‌ها در متماتیکا یعنی که در کورس الگبر مدل‌های بوتون نام دارد. مدل بوتون دلخواه یک نامعلوم را با مدل با آن برابر قوه قسم چپش بسیار ازاگی نمودش استانداردی پی از x و قسم راستش 0 آورده حل کردن ممکن است. اناکنون مفهوم مدل بوتون و درجه آن را می‌آوریم که در پایان شما می‌بینید. مفهوم درجه مدل بوتون را داخل می‌کنیم. با این مقصد فرض می‌کنیم که مدل یک نامعلومه در شکل p از x برابر 0 که فرمول سیوم میباشد نام داده شده. موافق گفته‌های بالایی p از x بسیار ازاگی استانداردی می باشد. درجه این بسیار ازاگی را درجه مدل سیوم می نامند. در این اساس مثلا مدل 2x نشان دهنده 4 مینوس 7x جمع 3 برابر 0 مدل درجه چهارم یک نامعلومه نامیده می شود. برای چی؟ برای آنکه درجه بلندترین مدل یک نامعلومه به 4 برابر است. یعنی در مدل درجه بلندترین آن درجه مدل را میفهماند. گفته های در بالا بوده را اجرا نموده یک چند مثال ها را همراه شما دیده میبراییم. موضوع را با مثال های مشخص مستحکم میکنیم. مثال یکم. در شرط مثال یکم چی نامده است؟ مدل بوتون یا مدل زیرین حل کرده شود. x کوب مینوس 8x کوادرات مینوس x جمع 8 برابر 0. خیلی که از این مدل میبینید مقصد اساسی ما در اینجا مدل رو حل نمودن، یعنی که مدل گفته برابری نامعلوم دار رو مینامند که مقصد ما عدد نامعلوم آن رو یابیم. خیلی که از این مدل پای برده طرف چپ آن از افاده بسیار ازاگی یعنی که کوب x کوب مینوس 8x کوادرات مینوس x پلس 8 عبارت است. پس درجه بلندترین این افاده 3 بوده، درجه مدل به 3 برابر می شود. پس گفته ممکن است که مدل میتواند 3 حل داشته باشد، مدل میتواند 2 حل داشته باشد، اینچنین مدل میتواند یگان حل نداشته نیز باشد. برای حل کردن مدل های عموما الگبروی در این موضوع همراه شما میبینیم ما طرز گروه بندی، طرز داخل نمودن تغییر بندی نو یا اینکه طرز گرافیکی را نیز استفاده برده مدل ها را حل کرده نمو ممکن است. پس x کوب مینوس 8x کوادرات مینوس x جمع 8 را حل میکنیم. برای این طرز گروه بندی را استفاده میبریم. برای چی؟ برای اینکه از این مدل معلوم است که دو جمع شونده آن از x کوب مینوس 8x کوادرات عبارت و جمع شونده های باقی مانده باشد از مینوس x جمع 8. پس این را به نظر گرفته مدل را چنین تبدیل میدیم. x کوب مینوس 8x کوادرات را در داخل یک قوس می نویسیم، مینوس را از قوس می براریم، x مینوس 8 برابر 0 حاصل می شود. از قوس یکم x کوادرات را از قوس می براریم. پس x مینوس 8 حاصل می شود، مینوس x مینوس 8 برابر 0. از این مدل علاقه پای بردید که در اینجا ضرب شونده یک خیله به x مینوس 8 برابر است، آن را از قوس می براریم و x کوادرات مینوس 1 حاصل شد برابر 0.
هر یک ضرب شونده رو به صفر برابر میکنیم. x مینوس 8 برابر 0. ضرب شونده دوم باشد x کвадрат برابر 1 یا اینکه x برابر پلوس مینوس 1 می باشد. پس معادله سه ریشه دارد که موافقاً ریشه آن به پلوس مینوس 1 و به 8 برابر است. در جواب قید میکنیم پلوس مینوس 1 و عدد 8. برای سنجیدن این مثال به خوانندگان مستقلانه گذاشته می شود. مثال دو را دیده می برایم. شرط مثال دوم چنین است: معادله را حل کنید و معادله به نمود زیرین داده شده است: x کوب جمع x کвадрат مینوس x مینوس 1 برابر 0. خیلی که از این مثال پای بردید معادله داده شده دارای سه حل شدنش ممکن است. برای حل آن طرز گروه بندی را استفاده میبریم. از دو جمع شونده x کвадрат را از قوس میبریم. x جمع 1 حاصل می شود. از جمع شونده های آخران باشد مینوس را از قوس میبریم و در نتیجه x جمع 1 برابر 0 حاصل می شود. از دو جمع شونده های باقی مانده باشد x جمع 1 را از قوس میبریم. در نتیجه x کвадрат مینوس 1 برابر 0 حاصل می شود. هر یکی ضرب شونده ها را در علایدگی به صفر برابر می کنیم و ریشه های آن را می یابیم که آن موافقاً به مینوس 1 و ضرب شونده دوم باشد x مینوس 1 برابر 0 x کвадрат برابر 1 یا اینکه x به پلوس مینوس 1 برابر است. پس گفتم ممکن است که معادله داده شده دارای دو حال است، دو ریشه است که سنجیدن آن به شما خوانندگان حواله کرده می شود. جواب پلوس مینوس 1 ریشه معادله نامیده می شود. این بود جواب مثال دوم. اکنون مثال سوم را همراه شما دیده می بریم. در مثال سوم دو مثال نیز داده شده است که آنها موافقاً چنینند. مثال سوم آ 8x مینوس 1 ضرب در داخل قوس دیگر 2x مینوس 3 4x مینوس 1 در کوادرات برابر 38. برای حل این معادله خیلی که شما میبینید معادله از طرف چپ و از طرف راست برابر است. آنها را ساده میکنیم، تبدیل میدیم و آن را حل میکنیم. قوس ها را موافقا میکشاییم. 8x را به 2x ضرب کنیم 16x کвадрат. 8x را به 3 ضرب کنیم مینوس 24x مینوس 2x مینوس 1 را به مینوس 3 ضرب زنیم پلوس 3 حاصل می شود. بیایید این را به داخل یک قوس کنیم و داخل قوس دیگر موافقا فرم ضرب مختصر را استفاده برده میکشاییم. 16x کвадрат مینوس 8x جمع 1 برابر 38 حاصل می شود. اکنون معادله را ساده می کنیم. 16x کвадрат را می نویسیم مینوس 26x جمع 3. قوس را هنگام کشادن علامت های داخل قوس به برعکسش عوض کرده می شود. مینوس 16x کвадрат جمع 8x مینوس 1 برابر 38 حاصل می شود. افاده های مانندی آن را جدا می کنیم. در اینجا 16x کвадрат با علامت جمع 16x کвадрат با علامت ترک جای دارد. آن را اختصار می کنیم. مینوس 26x جمع 8x باشد و ما مینوس 18x را می دهد. از عدد 3 1 را ترک کنیم و ما عدد 2 حاصل می شود که آن به عدد 38 برابر است. مینوس 18x خیلی که از این معادله پای بردید معادله داده شده معادله خطی شد. 2 را به طرف راست میگذرانیم، علامت آن به برعکسش عوض می شود 36 می شود. 36 را به عدد مینوس 18 تقسیم کرده قیمت x را میابیم که آن به مینوس 2 برابر است. این است جواب مثال 3a. 3b چنین است: در داخل قوس 15x مینوس 1
ضربی در داخل قوس دیگر 1 جمع 15x قوس رو میپوشیم تقسیم 3 برابری 2 بوتون 2 تقسیم 3 طرفی چاپی مودل از 2 ضربشونده عبارت است که آن را در اول باید تبدیل داد. قوس ها را میکشاییم. قوس هایی که در اینجا داده شدن موافق فرمول ضربی مختصر کشاده می شود. 15x در درجه 2 مینوس 1 در درجه 2 تقسیم 3 برابر کسر آمیخته را به نادرست تبدیل می دهیم 3 را به 2 ضرب کنیم 6 2 را جمع کنیم 8 حاصل می شود. مخرج عمومی آن یک خیلی به حساب می رود 3 را می پرتاییم و صورت ها را برابر می کنیم. در نتیجه عددی 225 x کвадрат مینوس 1 برابر عددی 8 حاصل می شود. یا اینکه 225 x کвадрат مینوس 1 را به طرف راست می گذرانیم 8 جمع 1 حاصل می شود. 225 x کвадрат برابر 9 حاصل شد. وقتی که از اینجا x را می یابیم x کвадрат برابر است به 9 تقسیم 225 حاصل می شود. هنگام x را یافتن پلوس مینوس حاصل می شود. از ریشه کвадراتی از 9 عددی 3 حاصل می شود. از 225 باشد عددی 15 حاصل می شود. یا اینکه این برابر است به پلوس مینوس 15 را به 3 تقسیم می کنیم و به هنگام اختصار آن x برابر می شود پلوس مینوس 1 تقسیم 3. پس در جواب گفتن ممکن است که معادله که در زیر آورده شده است معادله دو ریشه دارد که آن به جمع و یا اینکه طرح 1 تقسیم 3 برابر است. این بود مثال سیومی ب. بیایید خوانندگان عزیز مثال دیگر را همراه شما دیده براییم. در مثال چهارم چنین آمده است در کدام قیمت و معادله یک ریشه دارد. مثال چهارم معادله داده شده است معادله به نمودی 3x کвадрат مینوس 6x جمع 2v داده شده است. ما باید عددی v را چنان یابیم که معادله زیرینی داده شده یک ریشه داشته باشد. برای این ما دیسکریمینانت معادله را در اول میابیم. برای چی دیسکریمینانت معادله را میابیم؟ برای آنکه هنگام دیسکریمینانت معادله برابر صفر بودن معادله دارای یک ریشه است. یک ریشه دارد. این را به نظر گرفته دیسکریمینانت معادله را میابیم. از بس که عددی اعضای دوم معادله کвадراتی جفت است د یک را یافتن خیلی قلای می باشد. مینوس 6 را به 2 تقسیم کنیم مینوس 3 در کвадрат مینوس 3 ضرب 2v حاصل می شود. یا اینکه این برابر است به 9 مینوس 6v حاصل شد. هنگام د یک را به صفر برابر کردن ما معادله خطی را حاصل می کنیم که آن چنین نمود را دارد. 9 برابر است به 6v یا اینکه v را هنگام یافتن 9 را به عدد 6 تقسیم می کنیم و اختصار می کنیم 3 تقسیم 2 این برابری 1/5. پس به خلاصه می آییم که هنگام v به 1/5 برابر بودن معادله دارای یک ریشه بوده است. v برابر 1/5 حاصل می شود. مثال دیگر رو دیده می براییم که این مثال جنبستی موضوع امروزی ما به حساب می رود. مثال پنجم را دیده می براییم که معادله به نمود کوبی داده شده است 9x کوب مینوس 18x کвадрат مینوس x جمع 2 برابر 0. برای حل این معادله طرز گروه بندی را استفاده می بریم. خیلی که از این معادله معلوم است از دو جمع شونده ها ما می توانیم عددی 9x کвадрат را از قوس براریم همچون ضرب شونده عمومی برای اونکه هر یکی این جمع شونده ها به افاده 9x کвадрат کرتیان. پس در قوس x مینوس 2 باقی می ماند. از افاده دویم باشد مینوس را از قوس می براریم و x مینوس 2 حاصل می شود که آن برابر 0 است.
از دو ضربشونده ها x مینوس 2 را همچون ضرب کننده عمومی از قوس میبراریم و در داخل قوس 9x کوادرات مینوس 1 برابر 0 باقی میماند. اکنون 9x کوادرات را موافقا با فرمول ضرب مختصر نیز به ضرب کننده های ساده جدا میکنیم. x مینوس 2 ضرب 3x مینوس 1 ضرب 3x پلس 1 برابر 0 حاصل می شود. در این معادله خیلی که معلوم است 3 ضرب شونده پیدا شد. هر یکی این ضرب شونده ها رو در علیحدگی به 0 برابر کرده ریشه های معادله رو می یابیم. x مینوس 2 برابر 0 2 3x مینوس 1 برابر 0 1 تقسیم 3 و 3x پلس 1 برابر 0 x 3 به مینوس 1 تقسیم 3 برابر شد. پس معادله داده شده دارای 3 ریشه های گوناگون بوده است که آنها رو ما همراه شما نوشتیم. اکنون برای مستحکم کردن موضوع امروزه به شما یک چند مثال ها برای مستقلانه داده می شود که آنها رو در وقت معین باید اجرا کرد. با همین موضوع امروزی ما به انجام رسید. خیر تا درس آینده موفق باشید.